بسم الله الرحمن الرحیم. البته یکی از خطرناکترین فرقه رافضه، یکی از خطرناکترین فرقه شیعه این اسماعیلیه هست. اسماعیلیه یک فرقه است که به فرقه اثنا عشری 12 امامیه جعفری به نهایت قریب است، نزدیک است و بزرگترین فرقه رافضه بعد از اثنا عشری، بعد از امامیه همین است. امروز فرقه اثنا عشری یا که فرقه امامیه هر دوشم به یک فرقه نام است، امامیه یا که اثنا عشری. این فرقه در ایران جایگیر شده است، فرقه اثنا عشری، و این بزرگترین فرقه شیعه هست و دومین فرقه شیعه بعد از این اسماعیلیه هست. و البته اسماعیلیه و امامیه به همدیگر در عقیده امامت هم فکر هستند و یک نمود عقیده دارند. در مسئله امامت یک نمود عقیده دارند. پس رافضه و اسماعیلیه در مسئله امامت هم فکر، هم اندیشه، هم عقیده هستند. و فرق بین اسماعیلیه و شیعه امامیه و 12 امامیه یعنی همین است که امامیه در ششم امام پسر دوم جعفر صادق را اختیار کرده اند، اسماعیلیه باشد پسر اولش را. یعنی رافضه، این رافضه هایی که ایرانی هست 12 امام دارد، اسماعیلیه باشد 7 امام دارد. فرق همین است. رافضه های ایرانی 12 امام دارد، اسماعیلیه ها 7 امام دارد. وقتی که ششمین امام هم امام 12 امامیه هم امام اسماعیلیه، وقتی که ششمین امامشان وفات میکند، جعفر صادق، بعضی از این شیعه ها فرزند کلانی جعفر صادق را به خود امام میگیرند که این اسماعیل ابن مبارک بود. اما فرقه دوم برادر اسماعیل مبارک را که موسی الکاظم بود به خود امام میگیرند. پس اسماعیلیه ها اسماعیل پسر جعفر صادق را امام میگیرد، اما 12 امامیه ها موسی کاظم را. پس از همین جا اختلاف به وجود میاد. یعنی اسماعیلیه فرقه شیعگی که 7 امام دارد و اما رافضه 12 امام دارد. همین فرق است. بارک الله فیکم. و این چنین اسماعیلیه به خود فرقه های چند نمود فرقه ها دارد، به مانند آقاخانیه. امروز آقاخانیه در تاجیکستان هم وجود دارد. فرقه اسماعیلیه آقاخانیه در پامیر، ولایت بدخشان، کوهستان بدخشان، در اونجا به نهایت اسماعیلیه ها قوی هستند، بسیار هستند، وجود دارند و البته این خطر به آینده تاجیکستان است وجود داشتن اونها. چرا که در طول تاریخ در کجایی که اسماعیلیه ها نباشند همیشه خونریزی بر سر همون ملت کرده اند. آقاخانیه، دروز، سبعیه، مؤمنیه، مستعلیه، داودیه، سلیمانیه، علویه، یعنی 8 فرقه که در درون اسماعیلیه است. یعنی اسماعیلیه با در درونش فرقه ها دارد. علویه به مانند بشار اسد لعین، بشار اسد که امروز در سوریه وجود دارد، خون تمام اهل سنت و جماعت را میریزاند، این علویه هست. علویه اینم اسماعیلیه هست. قرامتی هم اسماعیلیه هست. پس بارک الله فیکم. این بود خبر در مسئله اسماعیلیه. و در اعتقادشون این هم ولایت یعنی امام، جانشین امام، این چنین چیزها وجود دارد. و اینها عادتا اسماعیلیه ها مذهبش مذهبی باطنی است، رافضی هم مذهبش مذهبی باطنی است. یعنی باطنا اینها در نزد اینها ایمان فقط شناخت الله است. اینها جهمی هست. عمل ظاهرا عمل در دین اینها وجود ندارد. در دین اینها عملی ظاهری وجود ندارد. برای زنهای ما اینها مثلا حجاب پوشیدن وجود ندارد، نماز خواندن وجود ندارد برای مرد و زنهاش و این چنین
بارک الله فیکم. شخصیت های مهمترین اینها، شخصیت های مهمترین اسماعیلیه: حسن الصباح، آقاخان 1، آقاخان 2، 3، آقاخان 4، محمد برهان الدین، فخر عبدالله، ضیاء الدین صاحب، اینچنین کریم آقاخان، همه اینها یعنی شخصیت های معروف ترین این اسماعیلیه ها هست. و البته اسماعیلیه ها در طول تاریخ جنایت های بین‌المللی زیاد هم کردند به همراهی این شیعه های اثنا عشری. دولت فاطمیه از همین اسماعیلیه ها بود، حاشاشون یا که حاشاشون یا که قرامیته هایی که سنگ خانه کعبه رو میگیرند میبرند، که البته این یکی از فرقه های رافضه همین اسماعیلیه ها بود. بارک الله فیکم. پس اسماعیلیه ها فکری شیعگی لیکن از جانب عرفانی و صوفی می روند. اینها عادتاً در مسئله طبیعت الله، در مسئله خلق، جهاد و نفس، در مسئله های خرافاتی های باطنی زیادتر صحبت میکنند. و البته در نزد اسماعیلیه هم قرآن، این قرآن باطنی هست و ظاهری هست. قرآن ظاهری، قرآن باطنی. قرآن ظاهری مخالف قرآن باطنی. بارک الله فیکم. و جایهایی که اسماعیلیه در اونجا وجود دارند، منطقه هایی که اسماعیلیه در اونجا وجود دارند، این در هند، در هندوستان، پاکستان، در پاکستان، افغانستان و در تاجیکستان و این چنین در سوریه. انا در همین 5 منطقه یا که دولت های ذکر شده به نهایت اسماعیلیه ها زیادند. و این چنین در بعضی از جنوب شرقی جزیره عربیه، یمن، در یمن، یا منطقه نجران، یک منطقه در مملکت عربستان سعودی نجران، یا که در شرق افریقیا، اینجا کمی از اینها وجود دارد. بارک الله فیکم. لیکن نگفته نماند که اینها در تاجیکستان هم وجود دارند و در تاجیکستان حالا در دوشنبه یک مرکزی بزرگی اسماعیلیه بنا شده است. خودی بنده از این مرکز بینات خبر دارم، من با چشمم دیدم. مدرسه اسماعیلیه، مکان عبادت اسماعیلیه و یک به نهایت بزرگترین بنای برای مرکز اسماعیلیه ساخته شده است. و دعوتی آقاخان در تاجیکستان برای خوب کردن اسماعیلیه ها، برای خوب نشان دادن اسماعیلیه ها به ملت تاجیک و مسلمانان اهل سنت و الجماعت به نهایت بزرگ است و بسیار مردمان را آقاخان به دین خودش دعوت میکند. بارک الله فیکم. پس این چنین فرقه باطل، فرقه اسماعیلیه وجود دارد. چرا این فرقه را ما آزاد و مستقلانه به شما ذکر میکنیم؟ زیرا که این فرقه باطل در تاجیکستان وجود دارد. امروز بعضی از برادران بیخبرند که در تاجیکستان رافضه و یکی از خطرناکترین فرقه رافضه وجود دارد. گمان میکنن که در تاجیکستان همه اهل سنت و الجماعت هستند، همه در مذهب بنی هستند. این طور نیست. پامیری ها همه در مذهب اسماعیلیه هستند. برای همین تا امروز از این فرقه اسماعیلی پامیری کسی از اهل سنت و الجماعت زن نگرفته است، به اونها دختر نداده است، به اونها رفته او نکرده است و اونها را حتی مردم ما همچون سیگان یا که لولی این یک مردمی بد میشمارند. و البته علما این را نقل کردند، چرا که بر رافضه دختر دادن، دختر رافضه را نکاح کردن، کشته رافضه را، ذبح گوشت رافضه را خوردن، این همه حرام است. به اونها همکاری کردن. بارک الله فیکم. پس این چنین چخیلی که بیان کردیم علویه ها وجود دارند که اینها شیعه های علی، لیکن این هم یک از فرقه های رافضه، فرقه های اسماعیلیه هست. و اگر نظر کنید این چنین یک فرقه دیگری که به نهایت از درون شیعه ها فرقه کمی خوبتر است، از دیگرهاش دیده غلوش کمتر است، این زیدیه هست. زیدیه در امام پنجم جدا می شود. یعنی زیدیه
در امام پنجم جدا می شود، اسماعیلیه در امام هفتم جدا می شود و رافضه در امام 12 می رسد. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. و این چنین سبعیه و فاطمیون، قرامطه و همه اینها وجود دارد. پس اسماعیلیه ها عقیده دارد که محمد ابن اسماعیل غیب زده است و اینها اعتقاد به غیبیه این انسان دارد. بارک الله فیکم. پس این بود بیان مختصری از مذهب باطلی اسماعیلیه. هر یک مسلمان وظیفه دار است که از دین خود باخبر باشد، از مذهب خود که اهل سنت و جماعت است باخبر باشد و از این فرقه های باطل هم باخبر باشد تا که خود را از اونها دور بگیرد، تا که به اونها کفر ورزد. چرا که این فرقه های طاغوتی هست، همش فرقه های فتنگی، طاغوتی، بدبختی، لعینی هست. و از سبب امروزها در همین موضوع صحبت نشدن، از سبب اینکه علمای سو در مسئله رافضه و در مسئله اسماعیلیه صحبت نکردن، امروز بسیاری مردم تاجیک آهسته آهسته به همون اسماعیلیه آمیخته شده ایستادند و البته این خطری بینهایت بزرگ دارد. بارک الله فیکم. پس ما ملت تاجیک اهل سنت و الجماعت هستیم، عقیده امان اهل سنت و الجماعت است و در فقه مذهب ملت تاجیک فقه ابو حنیفه هست، فقهن رحمه الله. پس باید مردم برای حفظ عقیده خودش و دین خودش کوشش بکند و بیشتابد، وگرنه از یک طرف رافضه ها، اسماعیلیه ها، شیعه ایرانی اثنا عشری، اسماعیلیه های پامری آقاخان و از طرف دیگر خطایه های ملحد بیدین کمونیست به مردم ما روز به روز آمیخته شده، آهسته آهسته این ملت بیچاره سرگم زده را از دین و از آیین و از این مذهب زیبای اهل سنت و جماعت دور میکنند. بارک الله فیکم. برای همین کوشا باشید در تعلیم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در تعلیم عقیده و در تعلیم قرآن و سنت با فهم سلف امت کوشا باشید و دین را در بین مردم به قدر و توانایی با حکمت با موعظه حسنه پهن بکنید، انتشار نمایید و از فرقه های باطل با خبر باشید و به مردم فهمانید که ضرر این فرقه ها چی است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان میرسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله دعا میکنیم که ما را در راه حق نگه دارد و توفیق اخلاص و عمل صالح را بر ما نصیب بکند و از باطل، از فتنه های ظاهر و باطن و از فساد ما را نجات بدهد و پناه به الله از همه این فرقه های باطل میبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.